حیوانات دنیا رو چگونه می‌بینن؟ مار. بینایی مارها در روز به حرکت و گرما وابسته است و رنگ‌ها رو خیلی تشخیص نمیدن. اونها حالت گرمایی بدن شکار رو می‌بینن و کوچکترین حرکتی رو تشخیص میدن و اگه شکار کاملاً بی حرکت باشه ممکنه شکار رو نبینن. مارها در شب از جفت دیگه چشماشون که در زیر چشم اصلی اونها قرار داره استفاده میکنن که سیگنال هایی از جسم گرم رو تشخیص میده و جهت قرارگیری جسم رو تعیین میکنه. گاو. گاوها دنیا رو ترکیبی از رنگ های قرمز و نارنجی میبینن. چشم گاوها همه چیز رو کمی بزرگتر از حد معمول نشون میده و به همین خاطر دوست ندارن کسی ناگهان بهشون نزدیک بشه. اسب. این نظریه وجود داره که اسب‌ها به خاطر موقعیت چشماشون چیزی رو که مستقیما جلوی چشمشون قرار بگیره رو نمیتونن ببینن و دور و نزدیک رو خیلی نمیتونن تشخیص بدن. در عوض اونها زاویه دید 230 درجه دارن و نمیتونین اونها رو از پشت سر غافلگیر کنین. همچنین اسب‌ها دنیا رو ترکیبی از رنگ‌های زرد و آبی و خاکستری می‌بینن. ماهی. اکثر ماهی‌ها رنگ‌های سبز و قرمز و آبی رو می‌بینن و ماهی‌هایی که در عمق اقیانوس‌ها زندگی می‌کنن دید بسیار خوبی در تاریکی دارن. یاکوسه‌ها با اینکه دنیا رو سیاه و سفید می‌بینن نمی‌تونن رنگ‌ها رو تشخیص بدن، اما اجسام در زیر آب به وضوح برای اونها قابل رؤیته. پرنده ها. انواع پرنده ها تو دیدن اشتراکات زیادی دارن. اونها تعداد رنگ های بیشتری رو نسبت به انسان میتونن تشخیص بدن و به خاطر ساختار چشمیشون میتونن روی مکانهای مشخصی تمرکز کنن. بعضی پرنده ها مثل باز و عقاب از فاصله حدود 1.5 کیلومتر میتونن روی یک موش تمرکز کنن. یا کبوتر هم بینایی ویژه‌ای داره. مثلا میتونه کف خیابون رو با تمام جزئیات ببینه. حشرات. اکثر حشرات دنیا رو اسلو موشن میبینن. اونها معمولاً ریزترین حرکات رو متوجه میشن. به طور مثال مگس خیلی رنگ ها رو تشخیص نمیده، در حالی که پروانه رنگ های زیادی رو تشخیص میده. یا زنبور بینایی خاصی داره. رنگ قرمز رو همیشه آبی میبینه و دنیا براش ترکیبی از رنگ‌های سبز و زرد و آبیه. موش‌ها. موش‌ها به طور کلی بینایی ضعیفی دارن. دید چشم چپ و راست موش با هم متفاوته و هر کدوم از چشم‌ها دنیا رو به یک شکل میبینه. اما سیبیل‌های بلند موش این ضعف بینایی رو جبران میکنه و در واقع مثل عصایی که در دست نابینایان هست به اونها کمک میکنه. گربه. گربه دنیا رو ترکیبی از رنگ‌های قهوه‌ای، زرد و آبی می‌بینه، اما قدرت بینایی اونها در تاریکی حدود 6 برابر بیشتر از انسان و چشماشون به نور حساسیت بیشتری داره. سگ‌ها. سگ‌ها زاویه دید 230 درجه دارن، در حالی که انسان زاویه دید 120 درجه داره. سگ‌ها چشمای تیزبین دارن و در تاریکی شب هم بهتر از ما می‌بینن. اما اختلاف مهمی که سگ‌ها و در واقع همه گربه‌سانان با ما دارن اینه که اونها کور رنگ هستن و رنگ سبز و قرمز براشون بی‌معنیه و دنیا رو سایه‌های خاکستری می‌بینن. قورباغه. ساختار سلول‌های بینایی قورباغه طوری هست که در تاریکی مطلق که ما هیچ چیزی رو نمی‌بینیم اون میتونه همه رنگ‌ها رو تشخیص بده. اما قورباغه روی اجسام در حال حرکت تمرکز میکنه و چون چیز دیگه‌ای براش مهم نیست انگار اونها رو نمیبینه. مثلا زمانی که به یک شکار نیاز داره روی حرکت کردن اون شکار تمرکز میکنه. آفتاب پرست. آفتاب پرست هر کدوم از چشماش به صورت مجزا عمل میکنه و هر کدوم چرخش جداگانه‌ای داره. در واقع میتونه زاویه 360 درجه رو ببینه و 2 تا تصویر مثلا هم از جلو
و هم از پشت سرش داشته باشه. اما زمانی که اونها طعمه رو میبینن، هر دو چشمشون روی طعمه متمرکز میشه.